سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سعیدم. امروز 14 آگست، ساعت 4:30 صبح. 4 تا مارکتی که داریم و یه تحلیل با هم دیگه انجام میدیم و بینشون مثل همیشه 2 تا رو انتخاب میکنم واسه ترید کردن امروز. خب، از یورو اگه بخوایم شروع کنیم، روندش نزولی بوده. اینجا اومده فیلیپ بزرگتر از روزانش هم زده، پول بک داده. از اینجا به بعدش واسه امروز یا احتمالا نزولی ادامه میده یا میاد اینجا رو سویپ میکنه و واسه یه برهی بین این سخ و کف رنج میشه. ولی خب دیدگاه ما روش نزولیه فعلا. اینور استرالیا هستش که این کف و سقف اگه در نظر بگیریم میتونیم بگیم یه برهه زیادی بین این رنج شده، یعنی از اینجاها اومد 2 طرف رو زد دیگه هم ازش خارج نشد. روند نزولیه اینجا، ولی خب من احتمال رنج بودن رو بیشتر میدم، یعنی از اینجا حداقل تا این وسط ها برگرده. ولی تا موقعی که اوردر فلوش تغییر نکنه ما نزولی هستیم باش. اینجا طلا رو داریم که اینم میشه 4 ساعته در نظر گرفت، البته که با شادو بوده فعلا. طلا رو هم توضیح ندادم چون طلا کاملا نزولیه، تقریبا همشون مثل همن دیگه. USD کردم توی 3-4 روز گذشته هفته پیش، یعنی 3-4 روز آخر هفته پیش این حرکت قوی سعودیشو داشت، اومد اینجا ساختار ویکلی هم شکوند و من چیزی که فکر میکنم اینه که یعنی خب اینم روندش سعودی هست، کاملا مشخصه، ولی من چیزی که فکر میکنم اینه که اینجاها رو بیاد ببینه و از اینجا اگه بخواد برگرده بالا. چون گزینه اول ترید اگه همه مثل هم باشه طلا و یوروه، بریم تایم پایین یورو رو ببینیم. چون نقدینگی بوده اینو چنج آف کرکتر در نظر نمیگیریم. یعنی بخوایم بگیرم حداقل بعدش باید یه بریک آف استراکچر بده.
تایم دیگه هم پایین بریم. 5 اینجا اومده شکونده 5 و پولبکشو زده. من اینا رو یه صاف و صوف بکنم. اینجا چنج اف کرکترشو داده، اینجا بزرگتر از 5 ساخته. ما از اینجا میتونیم واسه ادامه دنده باش همراه شیم دیگه. این هم البته بزرگتر از 31. این هم فیلیپ. خب اینو فعلا کنار میذاریم. انتخاب میکنیم واسه امروز طلا رو ببینیم. اینا 15 دیگه، چون این بزرگتر بود دیگه اینا رو علامت نزدم و از همشون پایین تر بود توی این لیک. اینم به همین شکل بزرگتر از 15. توی این لگو اگه در نظر بگیریم به تنهایی، چون از اینجا بخوایم در نظر بگیریم این تقریبا تا کف این اصلاح داشته تو این لگ. یعنی
من الان همین یه دونه تکو در نظر میگیرم دیگه. بزرگترین ساختار درگیر توش همین 5 دقیقه بوده که اینجا اومده زده، چنج آف کرکترشو داده. یعنی اینو میشه چاک در نظر گرفت. و اینم از اینجا به بعد باش نزولی بود. اینجا این قبلی این گلف کرده، میشه 1 2 3 خودش. این کف واسه ما زده بشه با اطمینان بیشتری میشه دنبال سل بودیم. الان من یه دور توضیح بدم. طلا رو نزولی بودیم و اومدیم این لگ آخر رو در نظر گرفتیم فقط، یعنی از اینجا. چرا؟ چون این یارو کوشش اگه اینجوری در نظر بگیریم این اصلاحش خیلی عمیق بوده و همین یه دونه رو میشه در نظر گرفت. حالا اینو که اومدیم در نظر گرفتیم توش یه دونه ساختار 5 دقیقه بود فقط، بزرگترین تایم فریم درگیر توش. اینجا اومده چنج آف کرکترشو داده. اینجا که اومده پول بک بزنه دوباره توی این لگ یه ساختار 5 دقیقه بوده که فیلیپش اینجا خورده. اگر اینو فیلیپ بگیریم تک کندلو به نظر من نمیشه گرفت. حالا اگرم بگیریم اینجا خورده، واسه همین اعتباری نداره، واسه همین خودش باید کف شکسته شه که ما چنج آف کرکتر بگیریم. واسه همین من میام یه دونه آلار زیر میذارم که اگه خورد دیدگاه سلمون رو داشته باشیم. نگاه به اینم بکنیم.
این طلا یه ذره کثیف بود، سر همین داشتم استرالیا رو نگاه میکردم. چون استرالیام تمیزه. 15 اینجا هم 15. اینم اون اول گفتم روند که مشخصا نزولیه، ولی این جایی که رسیده جای بدی نیست واسه این که یه اصلاحی بده. حالا خودش ممکنه اصلا تبدیل به سوینگ شه. و تا موقعی که 15 دقیقه زده نشه با اوردر فلو میشه پیش رفت دیگه. من طلا رو یا آلارم این زیر گذاشتم، یه دونم این بالا میذارم، اما استرالیا رو برمیدارم کنار یورو. دیدگاه هامونم روش فعلا برعکس یورو رو دنبال سلشیم، استرالیا رو با اوردر فلوش دنبال بای. واسه همین اگه یکی هم اشتباه بود اون یکی میتونه کمکمون کنه. خب من حالا فعلا دیگه قطع میکنم، اگر پوزیشنی چیزی بود دوباره شروع میکنم ریکورد کردن. خب من یه آپدیت تا الان بکنم. یورو یادتون باشه از اینجا پریمیوم دیسکانت رو انداخته بودیم، اینجا واردش شد. اینجا رو اگه نقدینگی در نظر بگیریم توی 3 دقیقه تنها چیزی بود که تازه اینم الگو کندلی نیستش. و 2 رو ببینی 1 رو ببینیم هیچ ورودی نداد. کلا اومدیم پایین ریخت. این بر طلا یادتون باشه گفتیم اگه اینو بزنه ما دنبال سلش میریم. خب زد و خیلی ریخت. حالا فعلا باش داریم میایم پایین. این ورم استرالیا یادتون باشه بیشترین تایم دریل توی این لیک 15 دقیقه بود. اگر اینو به عنوان فیلیپش در نظر بگیریم الان زده شده و اینم خود کف 15 دقیقه است که اینم تقریبا زده شده. واسه همین دیگه دیدگاه بایم رو این نداریم، دنبال سلشیم. کلا همه مارکت هایی که داریم الان دنبال سلیم. خب طلا اگه یه ذره چه حرکتی داره میکنه، اصلا بگم طلا اگه یه ذره تر و تمیز شو مطمئن شیم این کفو بزنه احتمال زیاد استرالیا رو دیگه کنار بذارم، چون قرارمون 2 مارکت در روزه. و همین دیگه. حالا من همینجوری هی دارم میام پایین، هر جا اصلاح بده توی پریمیوم بیاد دنبال سل بگردم. این هم دیگه زدین 15 دقیقه شد.
و همین فعلا. خب من توی طلا یه سل میخوام بگیرم. اینجا اگه برسه. دلیلش هم اینور بیام بگم. این پریمیوم دیسکانتو که بندازیم تو 50% اومده. اینم نقدینگی بگیریم کل اینا رو اومده زده الگو کندلیش هم داده. این چقدر ریخت دوباره. و اینجا اومدم تا اوردر بذارم قاطی کرد، سر همین ریخت. بعد دیگه ورود نکردم، حالا اینجا کاشتم. اگه برگرده که فعال میکنه، اگه برم که هیچی. این ورم استرالیا، اینجا یه ساختار داخلی تشکیل داد. اینا کنی اومد اینو زد، میگم داخلی ببخشید. اومد اینجا این کف و زد، رفت سقف و زد، کف و زد، بعد اومد این سقف و زد. اگه این کف بشکنه میشه پریمیوم دیسکانتشو دیگه از اینجا انداخت. طلا باز شد. بله طلا باز شد اوردرش. این ور یورو هم الان داشتم نگاه میکردم، اومد این کف و زد، این سقف و زد و 1 2 3 تا کندل رو داد. واسه همین اینم میشه پریمیوم دیسکانتش از اینجا انداخت. کجا باز شد؟ رو شادو باز شد تقریبا. اینو وارد کنم تو ژورنال. تایم حدود 2 دقیقه پیش بودش. 5:45 نیویورک. حدود همون $1000. 2 دقیقه بود. و فعلا همین. خب این اگه شکستش کامل بشه دیگه پریمیوم دیسکانت از این سخت میشه انداخت. برام من اینجا یه دونه الرت بذارم فعلا چکش نکنم. و همین دیگه فعلا.
حالا اگه اتفاقی واسه این پوزیشن افتاد یا پوزیشن دیگه ای بهتون میگم. خب پوزیشن طلا استاپ خورد. فعلا هم که هیچ خبری توش نیست دیگه. اینور یورو و استرالیا وارد پریمیوم شدن جفتشون. حالا ببینیم ورود میدن یا نه. طلام الان یه ساختار سیمپل اصلاحی داره که اگه اینو از اینجا بندازیم، حالا اینو میشه به عنوان دراه در نظر گرفت، ولی تا اینجا دیگه چیزی صد راهش نیست و تا 5 دقیقه هم چک کردم چون اینجا این ساید بار داره شارپ نیست. واسه همین تو همین 1 دقیقه یا باید این کف رو بزنه یا باش میایم بالا. اینم یورو استرالیا. یورو شارپ اومده. توی 2 دقیقه ببینیم. اینم الگوی کندلی داد یا نداد. حالا اینجا داده. ای بابا قاطی کرد دوباره. 1.5 میشه 2.25. نگه اینجا برسه میشه 3 بگرفت روش. بودن رسید. اینو بذارم بالاتر. گرفت یا نگرفت؟ بله گرفت. خب یورو ورود کردیم. هم که دیگه چیزی ندارم. یورو به خاطر اینکه این استاپ خیلی دور افتادیه 3 وارد میکنم ولی استاپاشونو میارم پایین. این ریسک برید به هم نخوره. عکس بگیریم. اینجا وارد شدیم دیگه. 5 و 54. یورو یو اس دی. نیویورک.
خب فعلا همین دیگه. این یورو تا الان خدا رو شکر بد نبوده. طلا هم که گفت یا باید بیاد اینجا چنج آف کرکتر بده یا این بالا برسه که دنبال دراول بو کندلیش باشه. و همین من دیگه قطع میکنم. حالا تا یا تارگتی یا استافی بخوریم یا پوزیشن دیگه پیدا شه. خب من یه چیزی بگم اینجا به نظرم جاشم بود. من طی صحبتی که با خود استاد آقای مهرپرور داشتم به این نتیجه رسیدم که وقتی ساختار داخلی میده حالا یا ریسک فری بکنم یا با اون بیام جلو یا پوزیشن رو ببندم. اینجا ما این ساختار داخلی رو داشتیم که حالا کف خوشبختانه زد، فکر کنم اصلا ریسک فری هم شد خودش. آره ولی من استاپ این یکی پوزیشن هم میارم اینجا میذارم به خاطر همون تصمیمی که گرفته شده. و این اگر این کف رو دوباره بزنه من پوزیشن ها رو همه رو میبندم. دلیلش هم بهتون میگم. البته که اصلا بذارم تارگت ها رو میذارم همینجا. یه دونه باز بمونه بقیه بستش. دلیلی که این کارو کردم چی بود؟ اینه که تارگت روزانه ما 3%. یا حالا نسبت به 200,000 تا بگیریم میشه حدود 6,000 تا. اینجا رسیده بود حدود 6 و خورده ای شده بود. خب طبق اون با پوزیشن ها بستش اصلا. و دلیل تارگت روزانم همینه. سر همین من تارگت ها رو اینجا گذاشتم که اگه اومد هم اینجا بسته شه دیگه. و خب همین دیگه فعلا. من اینم اینجا میام یکاش میبستم همونجا. انشالله همین میاد تارگت رو میزنه. هم کارمون واسه امروز تموم میشه. و همین دیگه. حالا من دوباره اینو پاز میکنم، اگر اتفاقی افتاد در جریان میذارم. خب دوستان من یه کاری واسم پیش اومده باید برم پشت سیستم، دیگه نمیتونم باشم. اینا رو هم دیگه بهشون دست نمیزنم. یکیشون که یعنی دوتاشون که اون بالاتر بودن ریسکیری هن، اونا رو هم استاپاشون آوردم این پشت، دیگه کاریشون ندارم. تارگت این چارتایی که بازه 3 تاشون رو این زیر گذاشتم، یه دونم گذاشتم همینجا بمونه. دلیلش هم واسه تون توضیح دادم دیگه. حالا از اینجا به بعد هر اتفاقی پیش اومد
خدا رو شکر این داره میره تارگتش بخوره و همین دیگه. اون یکی هم ریسکوری شدم. من دیگه کاری ندارم. حس میکنم با این کندل زده میشه سر همین وایسادم. بله خب خدا رو شکر یه دونه بازه که ریسفیری هم هست. برآیند امروز 6018 دلار مجموعه. اون یه دونه رو هم دیگه دست نمیزنم. حالا من میرم بعدش میام هم وارد میکنم پوزیشن ها رو هم ویدیو رو آپلود میکنم. موفق و پرسود باشین.